در دل سرزمین‌های باستانی ایران، میان کوه‌های بلند و دشت‌های پهناور، تمدنی شکل گرفت که در هیاهوی تاریخ کمرنگ شد، اما هرگز از یاد نرفت. ماناها مردمانی سخت‌کوش و استوار در جنوب دریاچه ارومیه سرزمینی بنا کردند که در سایه نبردهای آشور و اورارتو استقلال خود را حفظ نمود. آنان استادان هنر، معماری و جنگ بودند و در دلسنگ حکایت قدرت و شکوه خود را نگاشتند. کتیبه قلایچی تنها سند نوشتاری ماناها، گویای تاریخ و فرهنگ مردمانی است که از دل طوفان‌ها برخاستند و نام خود را در صخره‌های تاریخ جاودانه کردند. اما قدرت ماناها دیری نپایید. در قرن ششم پیش از میلاد طوفان سپاه مادها آمد و سرزمین مانا را در خود فرو برد. اما این پایان نبود غیره، بلکه آغازی بود برای شکلگیری یکی از بزرگترین امپراتوری‌های ایران. ماناها رفتند، اما میراثشان هنوز در خاک این سرزمین نفس می‌کشد و اکنون ما داستان آنان را روایت می‌کنیم غیره تا صدای تاریخ در گذر زمان خاموش نگردد.